حساب قیامی هستم از مجموعه دوره آموزشی فوتومونتاژ در خدمتتون هستم. خب تو این دوره میخوام روی این عکس کار کنم و به وسیله این عکس یه سری افکت‌ها روی این عکس بذاریم و ببینیم چجوری میشه. اگر توجه کرده باشین تو پیج من حتما آشنایی داریم با نحوه کار من، سبک کار من. معمولا از ببینید چند تا عکس خیلی ساده یه چیز خیلی خاص در میارم و الان این دو تا فوتیج عکس رو داریم. من اینا رو تو حتما پروژه قرار میدم براتون که شما بتونید استفاده کنین. خب بریم سراغ آموزش. این عکس راستی این عکس خارجی است. من ترجیحاً برای این آموزش از عکس خارجی استفاده کردم به دلایل مختلف. خب چطور میکنیم؟ اول باید عکس رو برش بزنیم. من برای شروع کار این عکس رو میخوام برش بزنم. خب کسایی که حد پیش نیاز این دوره فتوشاپ مقدماتی است. من از کویک سلکشن تول استفاده میکنم، انتخاب میکنم. خب تو بخش سلکت اند ماسک با این ابزار دوم اینا خب این ابزار دوم کلید آلت که بگیرم با کلیک این حوصه من این نقطه من بزرگ و کوچیک میشه. این نکته بهش من اینجا رو میشم که خیلی دقیق‌تر توجه کنیم. قسمت باید سیستم قوی‌تری داشته باشین، یعنی هرچیتون بزرگتر باشه سیستم قوی‌تر. من پیشنهاد میکنم خیلی نکته براشتون بزرگ نکنید که این قسمت ها انتخاب بشه. حتی باز یه قسمت هایی میمونه که من بعد اونا رو باید تصحیح کنم. خب انتخاب میکنیم. در نهایت من میتونم مدل های مختلف رو اینجا ببینم به چه صورت انتخاب شده. خیلی خیلی مهم نیست. اوکی میزنم. اینجا کلید ماسک رو اینجا فشار میدم که من این قسمت ماسک بشه. حالا مهم نیست و اون با اون ماسک که قرار بگیریم کنترل آی که بزنیم ماسک اون رو اینورت میکنه. تا من اینو دارم فعلا از حساب من یه بک‌گراند ساده مشکی رو میارم. تو مشکی خالص هم نه قسط رنگ اینجا اعمال میکنم. خب یه عکس من دارم اینجا. عکس بعدی رو من از اینجا میارم. اینا خب من میتونم همینجا اینو برش بزنم. شبه راحت تری به صورت اسمارت آبجکت باز شد. من نمیخوام ریسایزش میکنم. خب انتخاب اینم راه های مختلف داره که من پیشنهاد میدم از پالیگون لاسو تول استفاده کنه. دیگه حالا بچه ها میتونن اگه عادت دارن بعضی با پن این کارو میکنن عادت دارن اینو میتونن استفاده کنن. من این استفاده میکنم دورباری میکنم قشنگ. با کلید مثبت منفی میتونید زوم این و زوم اوت کنید. خیلی نمیخواد دقیق باشه حالا چون میگم اون کاری که ما قرار انجام بدیم خیلی اتفاق دیگه روش میفته. الان لازم نداریم انقدر این دقیق باشه. خب وقتی انتخاب کردیم این قسمت رو من باز ماسک میکنم اینو حدیث سادگی. خب قبل از ماسک من میتونستم باز به قسمت سلکت اند ماسک برم و یکم
ردیوس این قسمت رو برم بالا که اگه توجه کنی بذار این قسمت کاره ردیوس که ببرم بالا یکم این لبه ها رو خودش دقیق‌تر محاسب میکنه و فرم طبیعی تر میگیره. اونجایی بود که گفتم خیلی نمیخواد دقیق کار کنه بخاطر این بود که اینجا من ردیوس رو یکم میبرم بالاتر و این دقیق‌تر این زدگی ها رو برای من انتخاب میکنه. خیلی راحت اینو اوکی میکنم. الان ماسک میکنم اینو و خیلی بهتر شد. خب اینو من یه کپی ازش میگیرم کنترل جه چون قراره به صورت مختلف ازش استفاده کنم. کنترل تی رو که بزنم ترانسفورمی رو من کوچیک میکنم که بیاد این قسمت تقریبا کاری که میخوام انجام بدم اینه که این باید به دقیقا پشت گوش این از پشت این گوش بیاد اپاسیتی هم میتونم کم کنم ببینم به چه فرم قرار میگیره. این اوکیه. من این قسمتشو فقط پاک میکنم با براش رنگ مشکی اینو پاک میکنم لازم ندارم. باز یه قسمت دیگه اینو من باید پاک کنم. معمولا اینجا رو پاک میکنم که روی خطه باشه دقیقا با براش. اول کار اینو انتخاب کنی پاک کنی ولی من چون فور کلی الان ندارم این کارو میکنم. اینجا رو نگه میدارم فعلا و ببینم میشه. برای مد کردن کار نور و رنگ و آخر کار انجام میدیم. ما اول فرم درست میکنیم. اون فرمی که قرار بگیری این قطعات داره مثلا رو صورت این مدل که برسیم برای مد کردن رنگ ها. خب یه لایه دیگه داشتم اینو فعال میکنم. یه کپی دیگه از این میگیرم چون باز لازمش دارم. یارش بالا متوجه که من اینم من که اپاسیتی اینو میارم پایین. میخوام دقیقا این قسمت رو چشمش قرار بگیره. فرمم برای من مهمه. اینو میچرخونم بره بالا. این فرمه برای من اینجا مهمه. خیلی رفت حالا اینو جمع دارم. عکس من بالا هست. این از کاد میزنه بیرون. من کل اینا رو انتخاب میکنم یه کمی میارمش پایین تر که من بتونم روش کار کنم. یه کمی میبرم شما قبل اینجا. باز میارم لایه خودم. باز کنسول تیر حتی همش انتخاب کردم. ببخشید اوکی. اینو باید بتونم اینجا مچ کنم با چشمی. استفاده کلیک راست که میکنیم من وارک میارم اینجا ابزار. من اینو یک کم میکشم که فرمش خیلی بهتر بشه. اینتر رو که بزنم اوکیه. خب این قسمت باز من اپاسیتی میارم بالا. میام تو قسمت چشم که قرار بود این باشه با ابزار براش یه که قلمی رو پیدا میکنم که هاردنسش میارم پایین تر که فریب باشه. من اینو انجام میدم با اپاسیتی پایین تر. خب خوبی لایه ماسک اینه که بعد میتونیم برگردیم همه اینا رو باز جبران کنیم. من اینا رو میدونم خیلی شما اونجا نمیخواد حساس بشین روی ندی. خب من اینا اپاسیتی میان بالا. اینجا مطمئنم این قسمت باید بره. اینجا هم اینطور مطمئنم اینجا باید بره.
خب من عادت دارم اینو میچرخونم، چون بغلم امروز کار میکنم، اینجور رو دست راحت این پلاک زدن میچرخه. با کلید ایکس اینا رو جابجا میتونیم بکنین، رنگای قسمت این رو من بتونم این قسمت رو برگردونم. از اپا سایه زنی قضیه این قسمت ها رو من حتی براش میزنم با که بعد جز سایه حساب بشه اینو، یا میتونید دقیقا بارش بزنین اینجا که بعد سایه‌شو جدا بزنین. چند تا راه مختلف. من خیلی دقیق نمیام روی این کار کنم، چون میگم تایم آموزش خیلی بالا. شما هرچی بتونید اینا رو تمیزتر کار بکنید کارتون حرفه‌ای‌تر میشه. خب باز فکر میکنم این قسمت زیاده، من از یه جایی باید اینو کات کنم ببرم. من حس میکنم از اینجا خوبه. این بچه این کار اگه آموزش مقدمات خوب شده باشین، گفتم برمیگرده به تخیل ما. و اینکه من بعضی وقتا بچه‌ها میگن چرا از اینجا، چرا از اونجا نه. میگم تخیل من اینه، شما میتونید رو تخیل خودتون یه جای دیگه برش بدین، یه فرم دیگه بدین. و من صرفا این آموزش به خاطر اینه که شما یه سری تکنیک‌ها رو بلد بشین و من نمیتونم بیام اینجا تخیل شما رو تو این کار قوی بکنم. فقط باید ببینید تکنیکایی که قراره برای مچ کردن این عکس، این کلاه رو سر این مدل استفاده میکنم چیه. خب این تا اینجا اینجوریه. خب من حس پول اوکی تا اینجا. بریم بقیه حتی. خب من برمیگردم رو این پایینیه، این یه دونه زیریه که اینو حذف میکنم فعلا. این قسمت گوششو من میخوام اوکی کنم. البته یه گزینه دیگه من قبل اینکه این قسمت گوش اینو درست کنم باید انجام بدم و من دوست دارم گوش اینو مثل موجودات الف، حالا اگه دیده باشین در بیارم. اینو آلت میگیرم میزنم این قسمت، آلت رو ماسک رو بزنی این قسمت خرابه، من درزت برش میگردم چون میخوام این لایه رو بزرگ کنم. خب بیام رو لایه اصلیمون نه رو ماسکمون. من این گوش رو انتخاب میکنم باز با کویک سلکشن، خیلی سریع میشه انتخابش کرد. حالا این قسمت ها انتخاب بشه خبری نیست. خب و اگه نرم‌تر بشه باز سلکت ماسک رو من میزنم. ببینیم این قسمت رو من میام یکم اسموت میکنم، یکم هم اینو ردیوس شو بالا میبرم. خب روی همین لایه اصلی که هستیم یه کنترل سی کنترل وی میزنیم، کپی میگیریم از این. اوکی. بعد کنترل تی رو میزنیم، من وارک میکنم اینا، میخوام یکم فرم گوش رو تغییر بدم. این قسمت ها میاد بیرون فرات میشه اینا رو باز. این قسمت تغییر نمیکنه و شما هر کار کنی حتی اینا رو من این دستا تغییر میکنه. چون بیشتر اگه یادتون باشه انتخاب کردم که این فرم سایه و این قسمت به هم نریزه. من این قسمت رو اینا رو یکم تغییر میدم. خب برای اینکه تغییرات بهتری بتونم روی این انجام بدم دبل کلیک میکنم، اینو در قسمت فایل لیکویفای باز میکنم. تو قسمت لیکویفای دستم بازتره، زوم میکنم و به وسیله ابزار فوروارد بار من اینو به اون شکل که میخوام در میارم که اینجا من بالای گوش میخوام تیزتر باشه، یکم فرم تیزتری بگیره خودش، حتی اینجا یکم بیرونتر باشه، اینجا هم یکم اینا رو یکم میبرم بالا. اینجا رو دستکاری نمیکنم اون قسمت که فرم این نریزه به هم. خب.
میزان این دست خودتونه. بازم من همینقدر کافیه ببینین حالا قبل و بعد اینا. اوکی. خب این فای خب اگه بخوام اینجا هم بره من خیلی راحت میتونم روی این لایه اصلیمون نخوام اینو دیگه تغییر بدم بزرگتر بشه. لایه اصلیمون میتونم لیکویفای بزنم. باز من میرم رو فیلتر لیکویفای. خب اگه ترجیح کرده باشین این قسمت ها رو یکم میدم داخل که بیده نشه. این قسمت رفته خیلی. خب پس اینجا ما دوتا لایه داریم. اگر مطمئنین از کارتون میتونین اینو به اصطلاح بچسبونین و هم یکی کنین، ولی نه ما این کار هیچ وقت نمی کنیم چون قرار خیلی اتفاقات دیگه بیفته و قرار سایه بخوره و یه سری مسائل دیگه. خب این تا اینجا من این لایه رو باز فعال میکنم و اینو دیگه بعد الان جاشو تغییر بدم چون فرمگوشو نه این نه خلاص این بود فرمگوش تغییر کرد. اینجا من اینو باید تغییر بدم یه کمی. خب اینو پس چه میارم پایین که ببینم کجا قرار میگیره. خب پاهای مختلف داریم که اینا بخوام در بیاره. من میتونم اول این درایوشو داشته باشم، میتونم دورش انتخاب کنم با ابزار سلکت. چیزی که از ابزارا کمک میکنه به ما، هیچ تعصبی روی هیچ ابزار نیست. من بعضی وقتا بچه‌ها دیدم میگن خب چرا الان از این ابزار استفاده نمی‌کنی؟ این بهتره یا اون بدتره. خب هیچ دلیلی نداره که چی بهتره چی بدتره. یه مسئله متاسفانه بین بعضی بچه‌ها هست من دارم میبینم. شما اون چیزیه که راحتی انجام بده. ما اون خروجی کاره. خروجی کاره که چی به دست میاره ما آخر کار. من اینو فعال میکنم میرم لای ماسکش و براش اینو باشید لای ماسک هاش اینو هست. خب تا اینجا اوکی. فقط این قسمت من نباید میبردمش کنترل دی رو میزنم دیسلکت بشه و براش من بیام این قسمت رو برگرد و این با براش اینجا رو مال قبلش میتونستیم فیلتر بدیم ولی خب خیلی فرقی نمیکنه. با براش اینجا رو میزنم تمیزترش. خروجی کار مهمه اینو کجا قرار ارائه بدیم و سایز کار برای اون مهمه. اگر قرار تو اینستاگرام ارائهش بدیم شاید اینقدر ظریف کاری روی این لازم نباشه بکنیم. اگه قرار تو پکیجی ارائه بدی اینا هاش فرق میکنه. قرار چاپ بشه تو سایز بزرگ فرق میکنه. اینا کجا بخوایم ارائهش بدیم خیلی فرق میکنه. خب این تا اینجا اوکی. من این لایه رو میارم زیر این گوشه عقب نمینم میشد انجام بدی با این کار. خب که نخواهیم اونو حذف کنی این کار هم میشد بکنی. من این رسمت از گوش مثل این مشکل داره میتونم اینا رو تصحیح بکنم. بیام با به استمپ اینا رو درست کنم. این رسمت هم رو با کنم اریزه رو میارم. میمونه سایه این. خب من سایه‌شو میتونم آخر کار بزنم. معمولا فرم اوکی میکنم بعد میریم سایه زنی میکنم. خب این قسمت دوم اگه بود من اینو میارم. قسمت دومه اوکیه ولی خب من یه مشکلی دارم تو این فرمه. یه تست میزنم. از وقتا نترسین تست بزنین.
من الان میخوام تست بزنم ببینم اگر این قسمت رو ببرم چه اتفاقی میفته. شاید فرم قشنگتری این کار داشته باشه. من میبرم کلا اینو ببینم چه فرمی میگه. خب من این حس بهتری دارم تا قبلش. خیلی اومده رو صورتش، از صورت گرفته. میتونم اینو ببرم. بذار ببینم از کجا اینو ببرم. من اینجا رو نگه میدارم، اینم نگه میدارم که دور چشمشه. اینجا رو من تو نمی رو پاک میکنم. من اینو میکنم. خب اولا اینم خیلی خوب نیست. من اینم پاکش میکنم قسمتم به من هاردنس اینجا میارم پایین که لبا خیلی مرد نباشه، چون خب باز مشکل دارم. من این قسمت حس کن خوب نیست اینجا. باز با براش خونه قسمتم ببرم. من براش هم انگار مردم که از همین تیرگی های اینجا به حالت سایه داشته باشه دیگه، برای اون لایه که نخوام بعد سایه بزنم. خب پس چی میتونی بیارم پایین اینا رو. خیلی بهتره از نظر من، که بهتره. کار کاملا سلیقه‌ای است. شما میتونید بعضی جایی که من گذاشتم و شما حذف کنی یا از چیز دیگه اصلا استفاده کنین. خب خیلی بهتر شد. باز اینجا هاردنس قلمو میارم پایین که بتونم اینجا رو تمیز ببرم. اگه بخوام بین دو تا نقطه یه خط صاف بزنین، شما اینجا یه کلیک میتونید کنین، آلت رو بگیرین که ببخشید شیفت رو بگیرین، کلیک بعدی بکنین، میبینین نقطه آخر و نقطه اول میچسبونه. اینم یه تکنیکه که از براشتون میتونه استفاده کنین. من اینا رو پاک. خب اگه بخوام خیلی دقیق تر کار کنین، میتونین اینجا زدگی های اینجا رو درست کنین خیلی راحت. اینجا یه درجه کنین زدگی میتونین اینجا ایجاد کنین. این دیگه تو تمیزتر شدن کار کمک میکنه، که وقتی از نزدیک زوم میکنن اینا رو هم جزئیات اینجا رو هم ببینن، مثل اینجا رو زدگی ایجاد کنیم براش. خب یه چیز دیگه اینجا مشکل داره. من اینو حس میکنم اینم شاید خوب نباشه چون اومد رو گوشش و فرم گوشه رو یه جورایی خراب کرد. من اینم باز میبرم اگه بشه. اینم چه جوری میشه. اینم باز باید نبود ولی خوبم نیست. اگه بخوام بذارمش باید یکم فرمش عوض کنم. باید فرمش عوض کنم که اینو ببرمش داخل تا که من اینو بعد انجام میدم. فرم گوشم باز من خیلی دوست ندارم. من فرم گوشم یکم باز تغییر میدم. کار مونتاژ کاری که حوصله میخواد و باید بریم جلو. بعد یه سری چیزا رو بریم عوض کنیم، بریم جلو باز بریم عوض کنیم. این هم هست. اگه حوصله داشته باشین شرایط برای کیفیت کار خوب بهتره. خب اینجا باز من بعد برگردم این قسمت از اینو که گرزه بودن بیارم. کمی دیگه من این قسمت رو کار میکنم.
وسواسی هم یکی از متاسفانه خصلت‌های من. وسواس میکنم روی یک کار کوچیک و تا فکر میکنم خوب نشده باز برش کردم اول خوب. خب این تا اینجا. بعد میام یه لایه دیگه ایجاد کرده بودم، فعلا اینو همینجوری نگم. یه لایه دیگه بود که من اینو استفاده میکنم، از یه کپی هم باز ازش میگیرم یه جای دیگه هم میخوامش بس. تا آخر کار از همین دو تا لایه است بیشتر استفاده میشه. کنترل تی من اینو عنوان لباس که اون بدنشو بگیره میخوام استفاده کنم. از ببینم این قسمتش بعد از که بواب کردیم به اون شکل دلخواه خودمون رسیدیم. خب تا اینجا اوکی. من میرسم به یه قسمت دیگه از کار که فکر میکنم و که تکراری نشه. یه سری چیزایی که مثل این قسمت یه قسمت اینو باید حذف بکنم، یه قسمت اینو حذف میکنم که انقدر تکراری نشه. خب این قضیه خب براش باز قسمت ماسک من این قسمت اینو حذف. این قسمت ها رو پاک میکنم. باز یکم خود لایت کانترتی میدن دفرم شد، یکم من فرمش عوض میکنم اینا. خب اینجوری باز از این استفاده میکنم. یه کپی دیگه ازش میگیرم، کپی بالایی رو من اینو میذارم زیر این لایه ها که بتونم به وسیله ابزار موو جابجا کنم زیر این لایه شکل بهتری رو. این هم قسمتش میخوام، پس بقیهش رو با براش حذف میکنم. خب اوکیه. بعد میمونه این لایه که اول بود، این قسمت این لایه من میخوام بالاش بیشتر ادامه بدم. کنترل تی میزنم وار، اینو بیشتر بخوام اینجوری بکشم بره بالاتر، یکم فرم قشنگتری بگیره. این هم که رو شده اینجا تغییرش میدم که از رو بشه به این ور. خب این قسمت هم تا اینجا این انجام میده. خب من یکی هم میخوام اینو واب کنم به قسمت عقب. ببینم اینه کنترل تی رو میزنیم وزنه وار. من اینو میخوام یکم اون فرم ماهاش رو داشته باشه، یعنی روی هلال ماهاش که اومده این بره. خب جون خب من بچه اینا رو احتمالا آخر کار میچسبونم همش به هم، یکی میکنم لایه رو. ولی خب راه دیگه شونه که اسمارت آبجکتش کنین که اگر بخواین بتونین دوباره استفاده ازش کنین، برین تغییرات روش بدین. ولی اگه مطمئن هستین میتونین اینا رو همش رو یکی کنین. خب من یه چند تغییر دیگه بدم. یه دونه دیگه داشتم این زره، اینو تا پایین میتونم بیارم تا اینجا میتونم بذارم، یعنی این قسمتش میتونم پر کنم کامل با این زره.
ولی خب میشه نباشه که این قسمت موهاش مشخص باشه. من ترجیح میدم اینو نگه دارم، قسمت موهاشو. فقط من یه تغییری توی اون قسمت لباسشون هم بدم که یکم خوش‌فرم‌تر بشی. خیلی مثل یه تعبیر من تو این قسمت میتونم بدم. خب این اوکی تا اینجا که اوکیه. اینو قسمت بقیه مراحل. الان من دیگه میخوام حالا سایه زنی اینا رو شروع بکنم و نور و رنگ این کد سوژه رو تنظیم کنم. من برای سایه زن گفتم میتونم همه اینا رو بچسبونم به هم که همه اینا رو من انتخاب میکنم. کلیک باز خب مرج بکنم همه رو. این قسمت هم من پاک کنم، مشکل نداره. یه قسمت فقط یه مسئله است. این قسمت موش از پشت یه منبع نوری داره، نور خورده. من میخوام اینو حذف کنم. چرا؟ چون نورپردازیمو میخوام بر اساس این نور آبی که از این ور خورده بزنم. پس من رو خود سوژه‌ام، رو خود مدلم این قسمت رو میتونم حذف کنم. باز با براش نگران این قسمت نباشین، چون من بعد یه قسمت مو اضافه میکنم به این که یه نواختر بشه. خب من اینو این قسمت چه حذف میکنم. ساتوریشن. خب خوبه این قسمت. من رو این قسمت کلاه که گذاشتم من میام برای اینکه نور و رنگش تنظیم بشه دو تا راه دارم. این حالا طلایی مانند این یکی مجنتای کد سوژه‌مون زیاده، رنگ مجنتا. و من این قسمت رو برشتم میتونم یه قسمت دیگه اینجا نه پاک بشه که ببخشید رنگ زدم تونم پاک کنم اینا رو. رو خود سوژه‌مون من یه کرو میذارم، ادجاستمنت کرو. خب لینکش میکنم کلیپسینگ ماسک، برم رو کرو. اینم از قسمت گرین میتونم اینجا تهرنگ‌های مجنتا رو کنترل کنم. اوکی. همینو من با این گوشم میدم، یه کپی میگیرم ازش، میتونم کپی بگیرم. اینجا میتونیم دوپلیکیت کنیم اینو و به این هم بدیم. اینجا کلیپسینگ ماسک اینو میزنم. بعد یه وسط هست وقتی اینو مطمئن شدم دیگه تغییراتم 100% من اینا رو من میتونم مرج کنم. ولی شما پیشنهاد میدم این کارو نکنید، شاید تغییرات بخوایم بدیم. من اینا رو مرج میکنم، حتی ماسک اینم دیگه مرج میکنم، لازمش ندارم. خب. برای سایه زنی این من یه لایه زیر این ایجاد میکنم، نیو لیر، و براش البته من قبلش از همین یه کپی میگیرم، کنترل دی رو پایینی، لایه پایینیمون من کنترل یو رو میزنم، فرق نمیکنه با کیو میتونی این کار رو کنی که اینو تیره میکنم کامل، لایتنس میبندم که در واقع میشه اینو به من میده. اینو میخوام به وسیله همین من سایه زنی انجام بدم. کنترل تی رو که بزنم وارپ، من میتونم نسبت به نورم که از این زاویه داره میتابه اینو یکم اینجوری بیارم. این کاری که دیگه میتونم روش بکنم اینه که فیلتر
بلا باز من اینجا میشن بلا رو میخوام بهش بدم که یکم زاویهش تغییر میدم. نه خوبه. اوکی. خب من میتونم اینجا یکم اپاسیتی اینو کم کنم، اپاسیتی لایه سایم که بعد قابل تغییر باشه. باز اون لایه پایینی که ساختیم اگه یادتون باشه من سایه های امبیانت کلوژن رو بهتون گفته بودم که اینو باید دیگه دستی ایجاد کنم که بتونیم خیلی تمیزتر و دقیق‌تر باشه. اپاسیتی و فلو کم میکنم، تغییرات کم کم اعمال بشه. اون جایی که نزدیکتر رو من بیشتر میزنم این سایه رو که از تیره شروع بشه و به سمت سایه کمتر بیاد. خب معمولا جاهایی که به این آبجکتمون نزدیکتر سایه قوی‌تر میخواد، سایه قوی‌تر داریم ما. حالا قسمت رو گوش اینم من اینجا درستش میکنم، میتونم اینو پاک کنم این قسمتشو. البته اینو باید این بفرش. قسمت گوشش من بالا باید سایه بزنم که حالا بعدا این سایه اینا بزنیم. اینا اینجوریه. چون هیچ منبع نور از این ور بیشتر سایه به سمت راست میاد. اینو حواستون باشه. اینجا یکم محوه که من میام اینجا باز اینو باش میزنم که تمیزتر بشه. چون این کار اصول خاصی نداره، قبلش یعنی بدون طراحی بوده این کار، پس مشکل نداره به این صورت کار کنید که حالا نهایت کار تغییرات کلی داشته باشه نسبت به اون طرح اولیه که ما داریم میزنیم. از این میگم نترسیم طرحتون عوض بشه، چون خیلی کارها هست میری جلو به فرمایی میرسی که خیلی بهتر از فرم اولیه هست و ترجیح میدی همون فرم آخر رو که دستکاری کردی بذاری. پس من همینجوری کار میکنم با این عکس. خب من سایه تست میکنم کجا سایه خورده از حتی میتونم این سایه خیلی قویه مثلا اینجا پاک کنم یه قسمتشو اگه مطمئن. شما برای پاک کردن سایه میتونید ماسک ایجاد کنید، ولی خب من میگم تو این کار خیلی خب از این سایه هم قسمتش رو میبرم یه لای بالای این ایجاد میکنم برای سایه این قسمت گوش. من سایه که یه هوایی میریم بیرونش قرارشو بزرگتر میکنم، یکم سایه های بیشتر اینجا بیشتر بهش میدم. که تغییری هم تو فرم این ایجاد شده این قسمت که من اینو با این گوشه مثلا اینجا من کنترل تی میزنم، میتونم اینو با بار یکم تغییرش بدم. خب تا اینجا مرحله به مرحله میریم جلو. یه قسمت دیگه این بازو بعد اینجا سایه ماکنه که من اینو باید اینجا سایه میزنم میاد اینجا
که فاصله مشخص بشه با این سوژه. این یکم فاصله داره، چون اگه خیلی نزدیک باشه طبیعی نمیشه، فلت میشه عکسمون. خب ناره یکم بیشتر، تقریبا یه نتیجه خوب رسیدیم اینجا. بریم سراغ مرحله بعدی. خب من برای که نور سوژه‌مو رو کم کنم یه که بهش میدم، لیک میکنم که با نور سوژه‌مو رو کم میکنم. خب جناب کنترل آی میزنم اینورس بشه، که البته میتونید برعکس بزنیم، هایلایت ها رو برگردونیم. به من کنترل آی دادم اینو اینورت کردم که بتونم اونجایی که میخوام تیره کنم. و براش من میام این محدوده ها رو تیره تر میکنم، گونهش رو بیشتر میزنم، قسمت گونه رو تا، ولی قسمت ها رو بیشتر میزنم که فرم صورتش این قسمت ها رو بیشتر میزنم. اینجا رو بیشتر. یکی رو این گوشه میزنید که باز لینک میکنم، کنترل آی، و ببینم باید نزدیک بشه به این رنگی پستش. تا این مرحله خوبه. خب پست ما یکم تیرتر شد، بعد بیشتری داره و این سیاهی زیر چونش هم میخوام بگیرم، خوب نیست بگیره. خب یه قسمت سایه های هست که من زدم اینجا افتاده روی بک‌گراندم، اگه توجه کنین می‌بینید کنترل آی میزنم روی این که برعکس بشه، از این سایه هست که من اینو پاکش میکنم اینا رو، چون رو بک‌گراند دیگه نباید بیفتن این سایه های این قسمت. کنترل آی میزنم بک‌گراندم برگرده. خب این دو سایه رو من میتونم ادغامش کنم، مرج کنم اینا رو که یکی بشه. این تفاوتش تو بعد، این هرچی سایه ها فاصله بیشتری داشته باشه، مثل اینکه این کلاه جلوتر، اینو باید در نظر گرفته باشه. خب یه مسئله دیگه است. حالا خب نور خود کلاه هست که من اینو میخوام باز با یه کرو کم کنم. یه کرو میدم به کلاه، بالای کلاه، لای کلاه، اینو لینک میکنم تا اون بالای کلاه این کم بشه نورش. خب کنترل آی میزنم اینو برگردونم که اون جایی که میخوام. خب اگر کلاه فرم انحنا داشته باشه، این قسمت باید و این قسمت باید نور کمتری بخوره، که من میام اینا رو برمیگردونم اینجا رو سایه‌اش بیشتر میزنم، مثلا اینجا پشت کلاه این قسمت اینجا خوش تیره است دیگه، من زیاد تیره ترش نمیکنم. این قسمت هم همینطور من فلو رو بیشتر میکنم. این قسمت جدا چون نور خورده اینا رو دستکاری نمیکنم، بیشتر این قسمت ها. باز یه که دیگه بهش میدم، یه لول دیگه باز میخوام تیره ترش کنم، لینک میکنم تا جایی که نزدیک بشه به نور بک‌گراندم. کنترل آی میام باز این قسمت ها رو تیره میکنم. خب
کنون رو اینجا برمیگردونم بالا. الان تاثیر این دو قسمت دوتا رو نگاه کنی ببینم. حالا دیگه میتونیم اینجا تنظیمش کنیم. اگه از ماسک استفاده کنیم دیگه لازم نیست. مثلا من میتونم بیام اینجا تیره‌تر روشن‌تر، اینا دیگه دست خودمه. یه نور آبی من میخوام جلو کلاه رو حساب این که اینجا یه نور آبی خورده رو صورت این داشته باشم. خب میام باز یه کرو بهش میدم. این دفعه نور رو زیاد میکنم، البته میدم لینکش هم میکنم. نور رو زیادتر میکنم و تو کانال رد کم میکنم یکم. تو کانال بلو رو هم یکم مالا که یه رنگ آبی به من بده. میبینید حتی سبزه، یکم آبی نیست. من گیرنم یکم اینا اینورت میکنم. باز میام با براش باز این لبه های بیرونی کلا رو خب از صورت این حالت مورد سبز رنگ. این قسمت ها با حوصله انجام بدیم دیگه. باید تصور کن که از اون ور که در نور میخوره به چه صورته. اینجوری باید نور بخوره تقریبا اینجا حالا یکم بیاد این قسمت های کلا ولیز تأثیر خودشو بذاره. اینجا من اینو نویترش میکنم تو این بخش. مثل این قسمتی که الان که نور خوردید دوشه کنیم و کافی. اینجا دیگه نمیخوره چون این ور صورت اینا دیگه نور نمیزنیم. من باز برمیگردم این قسمت که تیرگی ها رو زدم روی این کرد. این قسمت ها رو من میخوام کار کنم یکم بعد بیشتری به من بده که میام اینجا رو تیره میزنم. باز اینجا رو تیره تر میکنم. اینجا رو مثلا اینجا این اگه اینو تیره تر کنم لای بالایی هم بود اینو تیره تر کنم مثل اینی که هلال میشه این قسمت. هم پایینی. خب بذار ببینم این سایه من بود. این قسمت مشکیه رو من حذفش میکنم چون آره بله با پاکان این قسمت رو پاک میکنم تا قسمت هایلایت بمونه ولی خب تیرگی بره. خب این تا اینجا. حالا تاثیر نور آبی رو میبینیم چقدر فرق کرد تو مد شدن کار. خب باز من میتونم بیام اینجا اینا تغییر بدم. یکی من کنتراستش هم میبرم بالا نوت که طبیعی تر بشه. یه میتونم باز آگه‌ترش کنم سبزترش کنم اینا یکی. حالا خب رو فلر انقدر تاثیر نمیذاره تا رو پست اون نور آگه چون تاکید میشه به اون نور و قول طلاییه انقدر مثل پست تاثیر نمیذاره. اون آره من حالا یکم بیشتر باشه من خیلی بهتر شدم. همینطور تیرگیاش و اینم که تیرگیاشو من اینو یکم کمتر میکنم برمیگردم این قسمت ها یکم رنگ درخشندگی از بین نبره. قسمت هایی که هایلایت خورده من برمیگردم. خب اینو آدین. خب من یکم اینجا رو باید سایه بزنم که باز تو همین لایه میتونم با دراش این سایه ها رو ایجاد کنم. چند دیگه بخوام بخود بدم این قضیه اینجاش سایه هاش کمه. میرم رو قسمت باز این قسمت موهای این که من میتونم این قسمت رو رنگاشو بردارم کم رنگ کنم. میتونم یه هیو سچوریشن بهش بدم و لینکش کنم اینو
و بیام اینو کم رنگ کنم، سچوریشنش کم میکنم که حالا اونجا اینورت میکنم اینو، من اونجایی که میخوام میام سچوریشنش رو کم میکنم با لای ماست. اوکی کم. بعد باز میخوام تیره تر بشه، میتونم باز کرو بهش بدم در این حد باشه. اوکی کم پینک میکنم اینو، کنترل آی. خب براش من این قسمت رو تیره میکنم. البته میخوام هیچ منبع نوری از سمت پشت نباشه بیشتر. خیلی خوب شد این قسمت. اوکی شد. اگه این قسمت ما رو اذیتتون میکنه من شاید با لیکوید پای این اصلا بزنم، بعد اومده پایین هم میتونم بیام با خود عکس فیلتر لیکوید رو بزنم، ولی اون قسمت رو یکم اصلاحش کنم، دوست ندارم این قسمت رو. آره ایدو. خب این رو قسمت های یه سری قسمت ها رو جدا من میکنم. من این کلاه رو کلا انتخاب میکنم، کلیک راست میکنم، کنترل جی رو میزنم ببخشید که بره توی گروپ، رنگ اینا تغییر میدم لینگش رو که کلا این مشخص باشه. اینم کلا کد موردم کنترل جی میزنم که برای یه گروه، اینم رنگش تغییر میدم که راحت این تغییرات فضای کاری مخلل شه. خب میام رو خود مورد میخوام کار کنم، باز رنگ صورت چه میخوام تغییر بدم، میتونم یه دونه نیو لیر ایجاد کنم، همینو لینک میکنم. خب براش رنگ الان خیلی دقت نمیکنم، یه رنگ ده رنگ زرد اینجا من انتخاب میکنم. خب این قسمت چشما رو با ابزار مثلا با براش که هاردنسش پایینه میکشم. اینجا میام مدل آماختگی مختلف تست میزنم به اون چیزی که دوست دارم برسم. این خوبه، مولتیپلای خوبه. خب جایی که زدم مثلا میتونم پاک کنم، اون جایی که نخواستم اینجا رو من پاک میکنم. خب باز با براش من ترجیح میدم اپاسیتی و فلو پایین تر که تغییرات یهو اعمال نشه. براش شیاره روششمش رو اینو تقریبا کم پایین تر میزنم کم، اگه توجه کنین میبینین. الان یکی از راهایی که میتونین حالا فرمای دیگر انتخاب کنین، رو همین لایه کنترل یو رو که بزنین هیو سچوریشن باز میشه، شما با هیو میتونین اینو تغییر بدین که به اون رنگی که دوست دارین برسین. مثلا من اینو میذارم یا حتی سمت قرمز یا همون زرد، فرق نمیکنه دیگه، اون سلیقه خود شما هست. اوکی. خب بچه‌هایی که قلم نوری دارن برای قسمت موهاش من میخوام یه سری مو اضافه کنم، میتونن این دوتا گزینه رو فعال کنن، حالا خودشون آشنا هستن که خیلی راحت روش من به این صورت باشه، میزان فشار تشخیص بده که میایم از خود رنگ این آلت میگیرن انتخاب میکنن و براش شما کوتاه گذاشته مثلا 8 پیکسل خوب فکر میکنم 8 پیکسل رو میذارم تا من اینجاها رو یکم فرمول رو بهش میدم، آره که طبیعی تر بشه. یه قسمت های اینجا آن طبیعی قسمت ها رو نامنظم کنم.
خب این قسمت هرچی با حوصله بزنین و خیلی طبیعی‌تر میشه دیگه. حالا رنگ‌های مختلف چند تا رنگ استفاده کنین، روشن، تیره. حتی من نزدیک به این قسمت هم استفاده میکنم. قسمت این قسمت ها میام یک کمی این دو تیکه شده رو اینا برطرف کنیم. من اینو میچرخونم که راحت تر بتونم قلم بزنم. اینو نظر داشته باشید. من باز میزان اپاسیتیمو یکم کم میکنم، میذارمش مثلا 60. خب توجه کنید زیر کلاه هست فعلا. حتی که خیلی بهتر بشه من میتونم اینو این قسمت ها هم بزنم که پشت ماش میتونه بیرون باشه و باد کروله باشه. اون قسمت ها رو تا جایی که اینجا پرتر خودشو نشون بده. اگر نباشه که زیادتر بشه بعد ما اینا رو میتونیم حالا پاک کنیم. در نهایت اینا رو بعد میتونیم در نهایت پاک کنیم. خب من این قسمت ها رو با تیره اگه طبیعی تر داشتیم اینجا رو میکنیم. یه چند تا قسمت دیگه میمونه که من بالای این لایه ها اون کلاه لایه تشکیل میدم که این قسمت ها رو اگه توجه کنی این قسمت روی شما هم این قسمت اینجاها رو میخوام اینجوری برای طبیعی شدن اینا رو کار. یا شپاد میکنم کمی. خب در همین حد فعلا کافیه. من فرم کلاه رو شاید یکم تغییر بدم. اینا یکم میتونه این پشت بیاد جلوتر یا عقب‌تر، یا این قسمت که خیلی تیره شده رو من میخوام یکم روشن‌ترش کنم که با مثلا ابزار داوچگل میتونم اینجا رو یکم روشن‌ترش کنم چون خیلی تیره شده این قسمت. اینجا رو میتونم بذارم رو شادو هفته زیادی درصدش کمش میکنم این قسمت رو. این قسمت هم اینطور. پس تا اینجا الان ما این کارا رو انجام دادیم. یه قسمت دیگه که میمونه باز برمیگردم تو قسمت چشم. من اگر یادتون باشه اینجا رنگ زرد که دادم میتونم یا یه لایه دیگه تشکیل بدم یا رو همین لایه از رنگ اون قسمت لب یکم تیره ترش میکنم. میخوام طیف که داره میاد از رنگ این دوتا رو ارتباط میکنم. از این قسمت رنگ لب استفاده کنم و به سمت زرد داره. من اینا رو اپاسیتی فلور کم میکنم که خیلی تیره تر میشه دور چشم خیلی بهتر. خب میمونه چند تا مرحله دیگه. یکی از کارهایی که میتونیم برای مچ شدن این کار رو کنیم اینه که همین دوتا اینم از گروه خارج. این دو اینم گروه میکنم از گروه خارج شده بود همین یلو. این دوتا رو باز میذارم توی گروه که کل این باشه بدون بک‌گراند. من روی این میام باز یک کرو میدم که لینک میکنم کرامو
نورش رو کم میکنم. من میخوام باز سایه روشن بدم به این کنترل آی. خب میام این قسمت های تصویر رو باز به نسبت کاری که میخوام انجام بدم سایه هاش بیشتر میکنم یا تیره ترش میکنم. ببخشید من این رو باید خاموش کنم، این قسمت رو آف کنم، اینجا رو تیره تر میکنم، این رو تیره تر میکنم، یکی این قسمت حتی این ماه پشت یکم تیره تر میکنم اینجا. از خب از دو اینو من دارم ببینین خودتون متوجه میشه. چیز کلی که باز میخوام روی این افکتی که میخوام بذارم اینه که از قسمت ادجاستمنت ها من میتونم ادجاستمنت کار لوکاپ رو بهش بدم. خب چیزای مختلفی امتحان کنم. یکی از ادجاستمنت هایی که خوبه این فاگینایته که من میتونم اینو فقط حتی به بچه‌ها نمیخوام بدم، اینو فقط به خودش برای همین کش میکنم لیک میکنم روی و میام چون اینا تنظیمات نداره نمیشه دستگاهش کنی اپاسیتی شکر میکنم با کوکی ببینید اپاسیتی شکر میکنم فقط به خودش. باز از کار لوکاپ های دیگه استفاده میکنم، اینم خوبه اساس شکر میکنم که یکم به بک‌گراند نزدیک باشه. یه کار لوکاپ دیگه اینا همشو باید من لیک کنم. یه کار لوکاپ دیگه بهش میدم این کار فکر میکنم این اولی ها ارتباط این هم تا یه حدی اوکی. اینا رو میتونم بعد برگردم دونه به دونه اینا رو دستکاری کنم. من اینو درصدش یکم کمتر کنم، این هم همینطور و اینا همینطور. خب اینا رو توی گروه قرار میدم که ببینم چی کار کردم. من میتونم من میشم تغییر بدم. اوکی. حتی تو گروه براش نمیشه بذاره چون لینک میده به هم. اوکی. تغییرات کلیمون رو ببینیم. تغییرات نهایی میده. یه بک‌گراند اضافه میکنم به تصویر اینو که اینو میچرخونم باش اسکیل میکنم اون فرمی که دوست دارم تقریبا خب این رترایزش میکنم که از حالت اسمارت آبجکت در بیاد. از گزینه فیلتر من گایزین بلا رو بهش میدم. خب بسته به عمق میدانی کم کم داشته باشه. من انقدر خوب فکر میکنه آره. من یه هیو سچوریشن بهش میدم که یکم رنگ و سچوریشن رو کم میکنم و رنگ رو به سمت حالا میتونم حالا سبز یا زرد که این اوکی اینا سبز هم خوب، آبی هم خوبه، قوی سبز هم یه چیزی که به نور که این خورده به صورتش هم بخوره. اوکی باز یکم سچوریشن کمتر میکنم این حد. اوکی من میام به خود اینو تیره تر بکنم، یه کرو بالش میدم رو من کرو بدم تیره.
که اینم اینورت میکنم، اینورتش میکنم. یکم میخوام این قسمت ها رو تیره تر کنم. قسمت ها رو تیره تر کنم. این کار رو میتونید بکنید، یا اگه اینجوری نخواستین کار کنید میتونید اینو پاک کنید. من ماسک میدم به این قسمت هایی که میخوام پاک بشه رو کنید. اینو انجام میدم چون بعضی وقتا بچه‌ها میگن چرا از این راه نمیری. خب راه مختلفی داره. آبش میتونم برای اینکه این یک دوره یه پیکنت رو من بهش بدم، یه لایه ایجاد میکنم که با براش رنگ تیره رو انتخاب میکنم، مشکی. پس کنیم من اینجا تیره تر میکنم که کمتر دیده بشه هایلایت هایی که هست تو بک‌گراندم. برای یه طرح روی فرمی میخوام تو بک‌گراندم باشه. همین. باز من رنگش رو دوست ندارم، من اینجا رنگش رو تغییر بدم به اون چیزی که بسارم دست. این بهتره کنم. آره این بهتره. اگر نظرم میتونیم بذارین نگاهی دست خودتون. اوکی. بعد میام برای که کار حرفه‌ای تر بشه، که بتونم لوای این خیلی طبیعی تر بشه، رو خود لایه مدل دارم روی ابزار بلار تول میتونم اینا رو محو کنم. یا کلا این کار رو نمی کنیم، میریم چی کار میکنیم، همه اینا رو همه مدلار این قسمت کلیک راست میکنم، من اسمارت آبجکت رو میزنم، کانورت تو اسمارت آبجکت. خب الان به صورت اسمارت آبجکت در اومد. الان من اگر فیلتر بلار گایزیان بلار رو بزنم، خب میبینید خیلی راحت من همین حدود نگهش میدارم. اوکی. من یه ماسک به من اینجا میده که رو ماسک کنترل آی بزنم اینورت میشه ماسکم. میتونم خیلی راحت اونجایی که میخوام بلار بشه که این لبه های تصویرم بود و اینجا بلار. به قسمت موهای کربتره رو من بلار میکنم خیلی طبیعی تر باشه. اینجا اینو مثلا خب این درصد بلارم بالا هست یکم. من میتونم دوباره روش دبل کلیک کنم و گایزین بلار. خب خوبیش اینه که میتونیم اینجا اینا رو تغییر بدیم. من درصد کمتری میتونم آتی. با ماسک هم اینا انجام میدم. اینا کمتر، این قسمت جلو نه، اینجا کمتر. این قسمت های سویه رو کم بلار میکنم. خب بکران مچ بشه اینو اینجا و دارو در نهایت من میتونم افکت های دیگه هم به این بدم که خیلی طبیعی تر بشه.
که حالا من تو این دوره نمیخوام خیلی این دوره رو سنگین کنم و کارهای عجیب غریب رو انجام بدیم. در همین حد فکر کنم کافیه که شما آشنایی داشته باشین. حتی یه کار دیگه من میکنم، این نور آبیه رو بذار من اینو شبیه سازی کنم، سبز آبیه رو میدونم تیف داره. خب اینو میذارمش رو اسکرین. تونه برو لایتن هم بذاریم، اینو هم اسکرین بهتر فکر میکنم. یه اپاسیتیشو کم میکنم، کم بیشتر میارم. فکر میکنم حساس کم کنم خیلی کم. اینو تا اینجا انجام دادم. من اگه بخوام اینو میتونم لیکویفای بزنم باز که یه فرم کلی اگه بکن تغییر بدم مثل چایی مثل اینا. خب ببینم اینا ماشون یکی هم آمانه تر باشه. اوکی اینا میشه اینا باشه. یه تغییر کلی هم تو لیکویفای این قسمت رو حداقل یه همچه عکسی میتونیم ما داشته باشیم. و باز اگه تغییری بخوایم بدیم میگم این زیر قسمت مثلا من پرس میکنم ایندیکر و بهش بدم این قسمتی که بدم کنترل میتونیم برگردیم باز تو خود اسمال آبجکت دبل کلیک کنی اینجا برمیگرد اینا رو میتونی از اینجا تغییر بدی یا با همین قسمت آخر میتونیم این کار انجام بدیم. من این رو یکم تیره‌تر میکنم که بود بیشتری باز به کار من بده. اصلا اینو میتونیم باز کم کنیم. افکتی من کل لایه ها رو به هم ادغام میکنم، کنترل آلت شیفت ای رو میزنم. خب اگه میتونم بود بدم به این عکسه میرم تو فیسته از قسمت آدر های پس رو انتخاب میکنم. این قسمت های پس رو این اون خوبه 64 این خوبه. این اینجا مودش میزنم رو اوورلی. اگه ترجیح کنم میبینید بود داد به عکس ما. خب اینو حتما ماسکش میکنم چون لبه ها رو میزنه خراب میکنه. کنترل آی و اون قسمت هایی که میخوام بود بیشتری داشته باشه رو باز با اراش برمیگردونم. اینو دستت کم کنم اون قسمت دارم اون لبه ها خیلی نمیرم همین حسد هایی دارم. درجه کنیم بود بهتری داد عکس ما و یه جورایی دیتیل تاثیر ما رو زیاد کرد. یکی دیگه از راهایی که میتونم انجام بدیم من با کرد باز میتونم تهرنگای مختلف این بدم. قسمت تقییت کنترل کنم و اندامو یا باز اگه اینو نخواستیم باز از طریق چنل میکسر که اینا آموزش های تخصص ترش هست من میتونم اینو تمای مختلف این بدم که باز از اینجا درصدش من کم کم نکنم. اما این در نهایت من معمولا برای عکسای اینجوری یه
افکت در نظر میگیرم که راجع برد من بهش میدم یه لایه گره 50% که میخوام نویز به این بدم. اگه اون ترجمه کنم فیلتر نویز اد نویز، درصد نویزش مشخص میکنم. اوکی خوبه. معمولا این یه سری ایراده کارتون رو میگیره، نویزی که بهش دادم میبینی. بعد میتونم نویز رو روش گایزین بلار بزنم، فیلتر بلار گایزین بلار که یکم مفتر بشین. اوکی درصدش باز از اینجا من بتونم کنترل کنم. اون بندینگ هایی بود که اگه تو بک‌گراند اینجوری که خرابی داره اینو براتون میگیره تا حد ممکن. این نویز این قسمت ها رو میگیره براتون. خب امیدوارم این آموزش بتونه کمک کنه شما رو که بتونه کارهای حرفه‌ای تر انجام بدید. آموزش های حرفه‌ای تر و تخصصی تر، چون اینو ما سریع انجام دادیم، آموزشی بود که بعد این کار رو سریع انجام میدادیم و برای کار حرفه‌ای تر انشالله برنامه‌های تخصصی تر، آموزش تخصصی تر داریم. باز در نهایت این دوتا عکس قبل و بعدش من اینجا دارم میذارم ببینیم. خیلی راحت با دوتا آبجکت خیلی ساده، یعنی دوتا عکس خیلی ساده، عکس پورتره و یه عکس کلاهخود، ما تونستیم به این برسیم. حالا حساب کنیم ما اگه بخوایم لایه‌های بیشتری رو این کار کنیم و از عکس‌های دیگه استفاده کنیم و مونتاژ قوی‌تری رو بزنیم. من نمیگم این مونتاژ قوی نیست، ولی من این مونتاژ خیلی سریع انجام دادم با خیلی روش‌های اولیه که حتی بعضیام بتونن درکی بهتری ازش داشته باشن، که ببینید خیلی کارا میشه انجام داد تو فتوشاپ. فتوشاپ فضای نامحدوده و این ابزارا رو به شما میده که بتونید اون چیزی که تو فکرتون هست رو پیاده کنید. خب یه مونتاژ دیگه داریم که اون فضای یه فضای بازی ما میخوایم شبیه سازی کنیم که اونم که نگاه کنین احتمالاً بتونین یه درک خیلی بهتری از فوتومونتاژ داشته باشین. این پروژه اینجا تموم شد و امیدوارم استفاده برده باشین.